کتاب زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی‌دهند. نوشته لویز الهی و ترجمه میم نون مینا از انتشارات نامک. راوی دورنیکا. پیام اول. من راهی امن در زندگی انتخاب می‌کنم. آرامش با من شروع می‌شود. اگر بخواهم در جهانی امن زندگی کنم، ترجیحاً باید مطمئن شوم که شخصی آرام و بی اضطرابم. مهم نیست که دیگران چگونه رفتار می کنند. من باید آرامش را در قلب خویش نگاه دارم و هنگام اضطراب یا عصبانیت ابراز آرامش کنم. پس همه مشکلات را با عشق و آرامش احاطه می کنم. من اندیشه های آرام بخش را به سوی قسمت های درد سرساز جهان می فرستم. اگر بخواهم جهان در جهت بهتر شدن تغییر کند، باید نگاهم به جهان را تغییر دهم. من دوست دارم که زندگی را از جنبه‌های مثبت ببینم. می‌دانم که آرامش با اندیشه‌های درونیم آغاز می‌شود. اگر بخواهم اندیشه‌های آرامش بخش را ادامه دهم، باید با مردمی آرامشجو و اندیشمند همگام شوم. با همدیگر است که می‌توانیم آرامش و فراوانی را به جهانمان بازگردانیم.